همه ما با دنیایی از سرخوشی و لذت به دنیا می آییم. سپس در زندگی به جایی می رسیم که از خودمان بیزار می شویم. چقدر این کار احمقانه است. عشق به خود قدرتمندترین ابزار برای نوع بشر است که فقط از این طریق می تواند اطلاعات بیرونی را به سوی خود جذب کند. منظور از عشق به خود خودشیفتگی و غرور و خودبینی نیست، چون منشأ تمام این موارد ترس و عدم عشق به خود است. منظور ارتباط عمیق با خود برتر است و اینکه فرد قادر باشد پست‌ترین و بی‌ارزش‌ترین بخش وجودیش را نادیده بگیرد. عشق به خود سبب می شود شرمندگی، خشم، غضب و انتقاد از خود را رها کنی و در عوض شکرگزاری، شادی، مهر و محبت را جایگزین آن کنی. وقتی خودت را دوست بداری و شاد باشی، یاوه‌گویی‌های ذهنیت یا چرتگویی دیگران در تو تأثیر نمی‌گذارد. بهترین راه برای تداوم بخشیدن به تغییر واقعیت عشق به خود و موفقیت در زندگی توجه به راهکارهای زیر است. 1. قدر منحصر به فرد بودن خود را بدان. خداوند به تک تک بندگانش مواهبی عطا کرده است. هر کسی از این استعدادها و نعمتهای الهی به صورتی متفاوت استفاده می کند. روش اجرایی تو منحصر به فرد است. 2. خودت را در عبارات تأکیدی الهام بخش غوطه‌ور کن. اگر می‌خواهی زندگیت را متحول کنی، باید به ذهن خود برنامه جدید بدهی. باید ذهنت را آموزش بدهی تا به شیوهی متفاوت فکر کند. در این صورت عبارات تأکیدی الهام بخش مفید خواهند بود. فکر کن و ببین چه نوع عبارت تأکیدی مثبتی را بیشتر دوست داری بشنوی و همان را تمام روز در ذهنت تکرار کن. چه در حال رانندگی هستی و چه پیاده روی می کنی. عبارت دلخواهت را یادداشت کن و آن را در گوشه و کنار خانه‌ات، روی آینه، در یخچال یا داخل خودروات بچسبان. عبارات تأکیدی را هر روز صبح بعد از بیدار شدن و هر شب قبل از خواب 10 مرتبه بنویس و آن را با صدای بلند بخوان. یادت باشد نمی‌توانی عبارات تأکیدی را فقط ورد زبانت کنی. برای مؤثر بودنشان باید موقع گفتن و تکرار آنها را با تمام وجود حس کنی و آنچه را بر زبان می‌آوری از صمیم قلب بخواهی و تشنه شنیدن آن باشی. 3. کارهایی را انجام بده که به آن عشق می‌ورزی. به زندگیت نگاه کن و ببین در کدام حیطه به خودت توجه نکرده ای. اگر متوجه شدی که در دل میگویی عاشق کنسرت هستی ولی به یاد نمیآوری که آخرین بار کی به کنسرت رفتی، زمانی را به این کار اختصاص بده. به حرفی که میزنی دقت کن. حواست به کارهایی که میکنی باشد و تا جایی که ظرفیت داری برای خودت شادی و لذت ایجاد کن. به جای اینکه در زندگی فعلی خودت گیر کنی، زندگی پر جنب و جوش و دلخواهت را برای خودت خلق کن. به خودت نشاط زندگی هدیه بده. اگر تو از آن آدم‌هایی هستی که نیازهای دیگران را در اولویت اول قرار می‌دهند، سعی کن این دفعه خودت را در اولویت قرار بدهی. 4. جایگزینی پیدا کن. ما به قدری به واکنش‌ها و رفتارهای منفی ناخودآگاه نسبت به خود عادت کرده ایم که هرگز خودمان را زیر سوال نمیبریم. در عوض این گونه رفتارها را به عنوان حقیقت محض میپذیریم. اما به محض اینکه به طرز فکر و رفتار خود آگاه شویم، میتوانیم آگاهانه آنها را تغییر دهیم. توجه داشته باش که وقتی با خودت لج کنی چه افکار ناخوشایندی به ذهنت می آید و جوابهایت چه خواهد بود.
به عنوان مثال، اگر هر بار که خودت را در آینه می‌بینی می‌گویی اه از ریخت خودم بدم می‌آید، به خودت بیا و ذهنیتت را تغییر بده تا با دیدن خودت در آینه بگویی سلام خوشگله. اگر رابطه‌ای ناجور با پدرت داری و هر بار که حرفی زشت به او میزنی پشیمان میشوی و خودت را لعنت میکنی و لقب هیولا و بیشعور به خودت میدهی، سعی کن تغییر روش بدهی و از پدر عذرخواهی کنی. اگر واکنش همیشگی تو در برابر اشتباهی که مرتکب میشوی این است که بگویی باز هم خیتی بالا آوردم، به جای این حرف بگو که در این مورد چه درس عبرتی گرفتی. اگر خودت را متقاعد کنی که فقط وضعیت فعلیت واقعیت دارد، در این صورت نمیتوانی خودت را از معرکه نجات بدهی. وقت خودت را سر تصمیمات ناخوشایند گذشته هدر نده. در عوض آگاهانه تصمیم بگیر که جای موارد ناخوشایند را با مواردی جدید و اصولی عوض کنی. 5. خودت را مسخره نکن. افراد بی‌عرضه خودشان را دست می‌اندازند و مسخره می‌کنند. وقتی خودت را به باد انتقاد بگیری، دیگران هم جرأت می‌کنند تو را دست بیاندازند. آنچه هر روز به خودت میگویی بیش از حد تصورت قدرتمند است. وقتی از دست انداختن‌های ساده شروع کنی، به باورهای مخرب جدی ختم می‌شود. افکار تو کلام تو می‌شود، کلام تو باور تو می‌شود، باور تو اقدام تو می‌شود، اقدام تو عادت تو می‌شود، عادت تو واقعیت تو می‌شود. اگر در هر شرایطی خودت را با برچسب بی‌عرضگی مسخره می‌کنی، بهتر است تا دیر نشده فکری به حال خودت بکنی. 6. بگذار عشق در تو جاری شود. به سلامتیت توجه کن. با بدن ضعیف نمی‌توانی کاری از پیش ببری و باعث می‌شود همیشه از کارهایت عقب بیفتی. در مورد بدن خودت حرفهای خوب بزن، خوب لباس بپوش، به جسم خودت رسیدگی کن، غذاهای مقوی بخور، آب بنوش. هر قدر بدنت سالم تر باشد، شادتر و ثمربخش تر خواهی بود. 7. خودت را با دیگران مقایسه نکن. سریع‌ترین راه برای حالگیری مقایسه کردن است. اینکه دیگران چه می کنند به تو ربطی ندارد. آنچه اهمیت دارد لذت و رضایتی است که خودت در زندگی خلق می کنی. فقط منحصر به فرد بودن خودت است که تو را فوق‌العاده می کند. مقایسه و اینکه خیال کنی کسی دیگر از تو بهتر و یک سر و گردن بالاتر است، هیچ دردی از تو دوا نمی کند. تو از خوب هم خوبتر هستی. از مقایسه کردن خودت با دیگران دست بردار. 8. خودت را ببخش. گوش کن. این یکی فوق‌العاده مهم است. هر کس با این توانایی به دنیا آمده است که مرتکب خطاهای چشمگیر شود. تو تنها نیستی. در مورد کاری که انجام دادی و دچار عذاب وجدان شدی فکر کن. آن را به ذهنت بیاور و با تمام وجود احساسش کن. این عمل را چندین بار تکرار کن. همچنان که درباره‌اش فکر می‌کنی، آنچه را به خودت می‌گویی احساس کن. چسبیدن به احساسات بد و ناجور جز اینکه به خودم و دیگران لطمه بزنم و از لذت زندگی محروم شوم، فایده دیگری ندارد. من فردی معرکه هستم. گزینش من لذت بردن در زندگی است. من ناراحتی هایم را به امان خدا رها می کنم. این کار را آنقدر تکرار کن تا در مورد مشکلاتت احساس سبکی و رهایی کنی. شاید این قضیه 1 روز یا 1 هفته طول بکشد یا شاید هم فوری انجام شود. اما هر قدر هم طول کشید باز این عمل را انجام بده، چون اگر دلت می‌خواهد آزاد شوی باید زمان را هم در نظر بگیری. 9.
به خودت عشق بورز. با این کار جام شادی را سر می‌کشی.